بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با تفسیر آیاتی دیگر از سوره بقره خدمت شما هستم. آیات 30 تا 34 به حول قوه الهی. ابتدا این آیات را بشنویم و سپس به شرح و تفسیر آن بپردازیم. و اذ قال ربک للملائکة اینی جاعل فی الارض خلیفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. درس امروز ما همطور که آیات را شنیدید از آیات 30 تا 33 سوره مبارکه البقره است. در این آیات خداوند عزوجل درباره قصه و داستان خلق آدم اول علیه السلام سخن میگوید. این داستانی که به حق میتوان گفت مهمترین داستان واقعی این دنیاست و لذا در ابتدای اولین جای قرآن هست که این داستان مطرح میشه و سپس به مراتب در سوره های دیگر، سوره اعراف و سوره های دیگر قرآنی تکرار خواهد شد، به تفصیلات و جزئیات اون اشاره خواهد کرد. اما در اینجا خداوند عزوجل میخواد به گفتگویی و محاوره اشاره بکنه که بین خداوند عزوجل و بین ملائکه در قبل از شروع خلق انسان و آدم اول پیش اومد. همچنان که میخواد به امتیازهایی که خداوند عزوجل به این انسان اول عنایت کرده اشاره بکنه و لذا میخواد به همه انسان ها بگه که خوب از این نعمت‌های برینی که خداوند عزوجل نصیبتون کرده و این امتیازهای والایی که بهتون داده استفاده کنید. این آیات را شنیدیم. محورهای درس ما معانی و مفاهیمی است که کلمات این آیات در بر داره، سپس ترجمه روان آن و بعد از اون شرح و بسط و تفسیر این آیات و در نهایت درس‌ها و نکات آموزنده‌ای که این آیات در لابلای خود جا داره و بیش از اون استنباط کرد. در این آیات خداوند عزوجل ابتدا با لفظ و اذ شروع میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه. واو برای استئنافیه است و اینجا به معانی ما قبل کاری نداریم. واو برای شروع یک مطلب جدید اینجا اومده. اذ
یک حرفی است برای که معنای ظرفیه زمان داره و همیشه متعلق به یک فعلی است که مقدرش کردن علمای لغت به اذکر. یعنی به همین خاطر وقتی اذ در قرآن کریم میاد میگن که بیاد آور آن زمانی که. ما زمانیش را داریم یعنی اذ، ولی اذکر را مقدرن میگن. یعنی اینها مثل این که از مفهوم لغت فهمیده میشه که زمانی که گفت که اذ یعنی چه؟ یعنی بیار اون زمان، یادآوریش بکن. این داستان را خداوند عزوجل برای پیامبرش یادآوری میکند و میگه شما هم به امتت و امت نیست به انسانها یادآوری کنند که چی؟ و اذ قال ربک للملائکه، آن زمانی که الله سبحانه و تعالی که همون پروردگار تو است ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ملائکه فرمود. قال، پس خداوند سخن گفت با ملائکه در قبل از خلق انسان و ملائکه. پس بنابراین از گفتیم که برای ظرفیه هست، برای زمان هست، برای منقیتی است و متعلق به یک فعلی است که در ذهن شنونده همیشه مجسم و مذکور هست. اما ملائکه که جمع است یعنی فرشتگان و جمع مفرد اون ملک یا ملاک هم هست و اینها گرفته شده از اینی که مخلوقاتی هستند ملائکی یا فرشتگان که از نور آفریده شده‌اند و همیشه در طاعت و بندگی امر خداوند مشغولند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یعنی ملائکه هرگز عصیان نمی‌کنند، همیشه هرچه خداوند بهشون دستور داد همون رو اجرا می‌کنند. بندگانی هستند، موجوداتی هستند که شهوت ندارند، جنس ندارند، مذکر و مؤنث ندارند، از نور خلق شده‌اند و همیشه در طاعت و بندگی خداوند برای انجام مأموریت‌هایی که خداوند بهشون میده مشغولند. اصناف گوناگون و متفاوت دارند و لذا بحثش انشاءالله جای دیگه است. فقط مختصرا عرض کنم که ملائکه موجوداتی نورانی هستند که خداوند عزوجل برای اطاعت و بندگی مطلقش و برای انجام مأموریتایی که بهشون میده خلق کرده و آفریده. پس مخلوق هستند اما نورانی و با اون اوصافی که ذکر کردیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل، خداوند عزوجل به پیامبرش میفرماید ای پیامبر بیاد آور و متذکر بشو به دیگران چی رو؟ آن زمانی که پروردگارت ربک و نسبت رب به پروردگار به نسبت رسول الله صلی الله علیه و با کاف خطاب به پروردگار به این دلیله که اینجا یک نوع تعظیم، یک نوع تشریف و تکریم برای پیامبره. ولی میتونید بگید قال الله للملائکه، ولی ربک میخواد بگه که پروردگار تویی که رسول ما هستی، تویی که عزیز و مکرم و مشرف هستی به مقام نبوت و رسالت، به دیگران تذکر بده. اون زمانی که خداوند عزوجل به فرشتگانش گفت، فرمود. چی فرمود؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، براستی همانا که من چی هستم؟ قرار دهنده خلیفه‌ای هستم در زمین. انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام انسانی یا موجودی را در زمین قرارش بدم که خلیفه باشد. حالا خلیفه چیه؟ بحث جانشینی، خلافت در زمین با اون مفهومی که بعضی از مفکرین اسلامی رفتن خلیفت الله فی الارض مطرح میکنند نیست. این رو من تأکید میکنم به دلیل آیات دیگر قرآنی، به دلیل اینکه قرآن کریم در 9 جا بحث خلافت را مطرح کرده، به مبحث خلیفه و خلفا و خلائف به صیغه های متفاوت. هر کس که بره فرهنگ نامه قرآنی را بیرون بیاره ببینه قرآن کریم 9 بار در 9 آیه متفاوت خلیفه و مشتقات اون را به کار برده. خود خلیفه، خلائف و خلفا. و اصل خلیفه یعنی جانشین و جانشینی هم یک نوع باید تناسب مناسب بین آن کسی که جانشین می شود با آن کسی که جانشینش شده اند باشه، بین امیر و آن کسی که جانشین موقت هست. زمین خداوند همطور که در آیات ما قبل خوندیم خداوند سبحانه و تعالی فرمود هو الذی جعل لكم ما فی الارض جمیعا، زمین همه چیز گسترده و آماده است و امکاناتش فراهم شده برای شما انسان ها. حالا مبحث خلافت
در اینجا چی معنا میده؟ معناش اینه که شما پشت سر هم میاد در این دنیا زندگی میکنید، جانشین یکدیگر میشید. نیک معنا میده هو الذی جعلکم خلفاء الارض، اون ذاتی است که شما را جانشینان یکدیگر در زمین قرار داده. ما میدونیم که تاریخ انسان، تاریخ بشریت رو اگر انسان مطالعه بکنیم میبینه ملت ها اومدن و رفتن، ملت ها اومدن و ملت های دیگه به جاش اومدن و همینطور دنیا را پیش بردن و با علم و تمدنشون دنیا را آباد کردن. و این مبحث جانشینی است که خداوند عزوجل میخواد تاکید بکنه. و یا به معنای دیگر که خداوند عزوجل قبل از انسان جن را آفریده و این چیزی قطعی است به نص قرآن کریم که خداوند عزوجل فرمود ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. خلقناه من قبل، ما انسان را آفریدیم، سپس در آیه بعد فرمود که ما جن را قبل از اون آفریدیم. پس بنابراین آن آیه که در سوره الذاریات میفرماید، آیه 56 سوره ذاریات، خداوند عزوجل میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترتیب هم مهم است و اینجا هم همین ترتیب رعایت شده. پس جنها قبل از انسانها آفریده شدند برای عبادت، اما جنها در زمین فساد کردند و از این فسادشون خونریزی و قتل بود. به همین خاطر ملائکه اومدن از در استثار و فهم این مسائل و حکمت این موضوع گفتن، عرض کردن خدمت الله سبحانه و تعالی که اتجعل فیها، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در زمین موجودی را قرار میدهی که در اونجا فساد بکند و از جمله فسادش چی باشه؟ قتل و خونریزی باشه، مثل جنهایی قبلا بودند. اینو میخوان بگن به الله سبحانه و تعالی، در حالی که خداوند عزوجل حکمت و اسرار دیگری داره که ملائکه هنوز نفهمیدن و نمیتونه بفهمن. پس بنابراین مسئله خلافت که هست از کلمه خلف یعنی جایگزین کردن و پشت رو بعد میاد، به معنای انجام دادن جانشینی در انجام کاری کسی به جای کسی دیگر در کاری است که گفتیم اینجا دو معنا میتونه مفهوم داشته باشه. یکی این که انسانها خدا میخواسته انسان را آفرینش بکنه و به وجود بیاره، خلقش بکنه تا اینکه جانشین جنها در عمران و آبادی زمین باشند. جنهایی که اومدن به جای آبادی در زمین فساد کردن، خون ریختن، قتل کردن، جنایت انجام دادن. حالا خداوند اونها را لایق نمیدونه، با اینکه وجود دارند اونها را لایق نمیدونه، میاد موجود جدیدتری و تازه‌تری و کاملتری خلقش میکنه تا اینکه دنیا را چیکار کنه؟ آباد بکنه. و همینطور هم بود. یا اینکه به مفهوم دیگه اینکه انسان‌ها خلیفه یکدیگر در چی میشن؟ در عمران آبادی زمین میشن در طول مدتی که خداوند مقرر کرده این دنیا باید باشه، چون دنیا هم عمری داره. و اینه که خداوند سبحانه و تعالی میخواد که انسان‌ها پیاپی بیان و این دنیا را آباد کنند. هو الذی جعلکم خلائف الارض واستعمرکم فیها. خداوند میخواد از این انسان میخواد استعمار در اصل معنای آبادانی داره، معنای عمران، یعنی طلب آبادانی از شما کرده، طلب عمران کرده. خداوند عزوجل از انسان‌ها میخواد که دنیا را آباد کنند. با اون کسی که با اخلاص کار بکنه در این دنیا و در فکر خدمت به جامعه بشریت باشه، یک انسان مفید و خدا دوسته و خداوند بهش لطف و عنایت میکنه. اینجاست که در روایت هم میخوانیم که بهترین انسانهایی هستند که بیشتر به درد جامعه و مردم بخورند. انفع الناس للناس، اینها بهترین انسان هستند. چرا؟ چون به فکر آبادانی و عمران زندگی مردم هستند و تقدیم یک چیز جدید که بتونن مردم از اون استفاده کنند. پس بنابراین جالب است بدانیم که خلیفه یا خلائف و خلفا همه به یک معنا به کار برده شده و اون آبادانی و عمران این دنیاست که خداوند استعداد شکوفا شدن این به اصطلاح دنیا را به همه کس داده. و به همین خاطر وقتی که مبحث بعدی مطرح می‌کنیم ان شاءالله خواهیم دانست که خداوند عزوجل چگونه به انسان توان فکری عنایت کرده که میتونه با این توان فکری از همه امکانات دنیا استفاده کنه، از ذره به ذره به اصطلاح موجودات دنیا استفاده کنه و همینطور هم هست. کتاب الله
پس خلیفه هم معنای جانشینی داره. و اونجایی که ملائکه باز نه از در اعتراض بلکه از در استفسار و بیان و فهم مسائل گفتن که چی؟ قالو، یعنی ملائکه پاسخ دادن اتجعل فیها، پروردگارا آیا قرار میدهی یعنی در زمین فیها من یفسد فیها، در این زمین فساد بکند، و یسفک الدماء، و خون بریزد. خون ریختن یک نوع فساده، ولی از اون جایی ذکر میشه در اینجا که یکی از بدترین فساد هاست و این حرمت جان انسان رو میرسونه که انسان چقدر جانش معزز و مکرمه. و این در درس ها هم دوباره تاکید خواهیم کرد که میخواهیم دانست که چگونه در اسلام و تمام ادیان و شریعت های ما قبل بر این مبدأ تاکید شده که تحت هیچ شرایطی نباید جان کسی را گرفت و به کسی تعرض و تعدی کرد مگر اینکه مستحق اون قتل و اون جریمه شده باشد. پس یفسد فی الارض، و فساد هم قبلا توضیح دادیم که منظور از فساد یعنی هر چیز را از راه خودش یا از اون حکمت خودش یا از اون جهتی که قرار دارد منحرفش کنه. اگر هر چیز از حد اعتدال بگذره میشه فساد. و همچنین و یسفک الدماء، الدماء جمع دم هست یعنی خونها، پس بنابراین و خونها بریزد و قتل و خونریزی بکند. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ملائکه فرمودند که و نسبح لک، عرض کردن که در حالی که اینجا باز واو حالی است، در حالی که ما تسبیح گوی تو هستیم و به حمد و ستایش تو مشغولیم. اگر قرار این که این انسان ها این موجود جدید خلق بشن در زمین و تو را عبادت کنن، ما هستیم تسبیح میگیم و تو را به عظمت و بزرگی یاد میکنیم. نقدسو از تقدیس میاد به معنی تعظیم و بزرگی. این هم در مورد آیه بعدی و نسبح قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. قال اني اعلم ما لا تعلمون، خداوند عزوجل فرمود که من داناتر از چیزی هستم که شما از اون بیخبرید، نمیدونید. قال یا آدم، سپس دوباره سبحانه و تعالی فرمودن که چی؟ و علم آدم الاسماء كلها. علم یعنی تعلیم داد، آموزش داد، یادش داد. و این یک مقام تشریف هست به انسان که فطرتاً درباره آشنایی با این دنیا زود میتونه انس بگیره، همه چیز را بشناسه و بفهمه. و آدم اول همه چیز را به الهام خداوندی فهمید. الاسماء، منظور از اسماء چیه؟ گفتن نامها یا صفات یا خاصیت‌های تمام موجوداتی که در دنیا وجود داره. و این عجیب است که انسان میتونه با علم و عقلی که خداوند بهش داده به خیلی چیزها برسه و از خیلی حقایق این دنیا پرده بردارد و بفهمه چه خبره. ثم عرضهم علی الملائکه، گفته شده که عرضهم یعنی عرضه کردن. ملائکه که اومدن استفسار بکنن و بپرسن از خداوند که چرا این موجود جدید میخواد خلق بشه، حالا برای مورد امتحان و آزمایش خداوند قرار گرفتن. آدمی که همه چیز بهش الهام شد از فهم این دنیا، میخواست در این دنیا زندگی کنه در آینده، اومد چیکار کرد؟ دا اینکه عرضهم میتونه عرضها هم بگه، یعنی موجودات این دنیا هم جاندار هستن هم جامد هستن، ولی جانب جاندارها غلبه کرد چون استفاده از اونها بیشتر و بهتر هست. ولذا فرمود عرضهم، عرضه کرد اون اسمها را به ملائکه. گفت که حالا شما مرا خبر بدید. انبئونی از نبأ میاد، یه خبر بزرگ، خبر مهم، خبر بدید مرا. خداوند عزوجل ملائکه میگه مرا با خبر بکنید. از چی؟ از این چیزی که من از اون خواستم و شما نتونستید پاسخ بدید، اسمهای این موجوداتی که من خلق کردم. ملائکه پاسخ دادن که قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. بارالله، ما نمیدونیم، ما فقط اون علمی داریم که چی؟ خودت به ما یاد دادی، بیشتر از اون نمیدونیم. خداوند عزوجل فرمود آیا به شما نگفتم که ما غیب آسمان ها و زمین میدونیم؟ غیب آسمان ها و زمین یعنی هر چیز که در این جهان از دیدگان انسان ها پنهان است. و مطمئن باشید غیر از خداوند هیچ کس نمیتونه پرده از غیب برداره. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. هیچ کس قدرت فهم غیب ندارد مگر الله سبحانه و تعالی. اگر میدونستن دیگه بلوا میشد در این دنیا. اگر غیب هم دیگر را میدونستن
در این دنیا فتنه میشد، فساد میشد، چون غیب یکی از اسرار کائنات هست. ما تبدون یعنی آن چیزی که آشکار میکنید از بد میاد و آن چیزی که کتمان میکنید هم ما تکتمون هست. حالا در تفسیر این مقوله های زیادی از مفسرین داریم که جای بحثش نیست، ما فقط به ظاهر آیه اشاره میکنیم که خداوند عزوجل به ملائکه فرمود که من چیزهایی که حتی شما ظاهر میکنید یا کتمان میکنید در ضمیرتون همه میدونم. انک انت العلیم الحکیم، که این پاسخ ملائکه بود که به کوتاهی خودشون در علمشون اعتراف کردن و فرمود یا عرض کردن که انک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بارالله پاک و منزه هستی از هر عیب و نقصی، ما هستیم که به اندازه یک علمی که بهمون دادید میدونیم، بیشتر از اون نمیدونیم. انک انت العلیم الحکیم، بارالله تو بسیار دانا و تو بسیار حکیم و با حکمتی در کاری که داری انجام میدی. ترجمه این آیات ابتدا آیه 30 با توجه به این مفاهیمی که گذشت، خداوند عزوجل و اذ قال ربک للملائکه، این آیه 30 هست. خداوند میفرماید و بیاد آور ای پیامبر ما، متذکر بشو با این آیات داستان آن زمانی که الله به فرشتگانش فرمود همانا من قرار دهنده خلیفه‌ای در زمین هستم. فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی را قرار میدهی که فساد کند و خون بریزد؟ این از جهت اعتراض نبوده، البته در حالی که ما به حمد و سپاست تسبیح گویان مشغولیم و تو را به بزرگی یاد میکنیم. الله فرمود همانا من چیزی را میدانم یا بر چیزی داناترم که شما آن را نمیدانید. اعلم و تبدون، اعلم و هم میتونیم به صیغه مبالغه بگیریم هم به صیغه فعل بگیریم. آیه بعدش و اذ قال ربک للملائکه و علم آدم الاسماء، و الله سبحانه و تعالی تمامی نامها را، نامها و خاصیتها و صفات و ویژگی‌های به اصطلاح موجودات این دنیا را که خلق کرده بود به نامها نام برده و الله تمامی نامها را به آدم یاد داد، به حضرت آدم اول علیه السلام، و سپس آنها را به فرشتگان عرضه نمود و فرمود مرا از نامهای این چیزها با خبر سازید اگر راستگویانید. اگر که میدونید این چیزها پس بگید، که نمیگفتند. فرشتگان پاسخ دادند چی؟ پاک و منزه هستی از هر عیب و نقص ای الله، ما جز آنچه را که به ما آموزانده ای علم دیگری نداریم، همانا شما بسیار دانا و بسیار با حکمت هستی. ترجمه آیه آخر 33 الله فرمود ای آدم آنها را با از نامهایشان، یعنی فرشتگان را از نامهای این چیزهایی که من بهت یاد دادم با خبرشان ساز. پس وقتی آنها را با خبر ساخت الله فرمود آیا به شما نگفتم همانا من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و نیز میدانم آنچه را که شما آشکار یا پنهان میکنید. به شرح و تفسیر این آیات اگر باز دیگه بخوام اشاره کنیم، ارتباط این آیات با آیات ما قبل در اینی که خداوند عزوجل اولا در آیات ما قبل آخرین آیاتش اشاره کرد به اینکه دنیای گسترده و پهناور با تمام هستی‌هاش واسه انسان آفریده شده. در این آیات به اصل ماجرا برمیگردونه، اون زمانی که آدم اول علیه السلام آفریده شد و تمام نعمت‌های دنیا بهش الهام شد تا چگونه بتونه از اونها استفاده کنه. به داستان خلق آدم اول علیه السلام اشاره میکنه، هرچند که در این داستان مراد از خلیفه آدم اول نیست، هرچند که اون هم شامله، حضرت آدم علیه السلام شامل همون خلیفه است که در اینجا ذکر شده. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، منظور جنس آدم است، جنس انسان هاست. تمام انسان ها در این زمینه خلیفه هستند، خلیفه یکدیگر. این مراده. گفتگوی الله با ملائکه را میبینیم که خداوند سبحانه و تعالی مطرح میکنه موضوع را در حضور ملائکه مقربش و نه به خاطر اینکه از اونها استشاره بگیرد، بلکه خداوند خودش حکیمتر و عالمتر و داناتر به اون کاری که میخواد انجام بده، بلکه میخواد عرضه بکنه کارش را، من میخوام همچین کاری انجام بدم. ملائکه اظهار نظر میکنند، نه از روی اعتراض بلکه از روی ادب و بیان یک واقعیتی که در این دنیا گذشته. جنهایی بودند، موجوداتی بودند، فساد کردند، خون ریختند و عرض کردند که ای خداوند عزوجل آیا میخوای موجودی را بیافرینی که در اینجا فساد کند؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ولی خداوند عزوجل که بر همه چیز آگاه تره فرمود که من چیزی میدونم که شما اون را نمیدونید، پس بنابراین صبر کنید. سپس آدم را که روح درش دمیده بود و داستان سجده کردن اون در آیات ما بعد میاد، میبینیم که خداوند بهش الهام میکنه، تمامی اسما و تمامی موجودات و صفات این دنیا را الهام میکنه و آن وقت بهش میگه که بله این انسانی که آفریدم، این موجودی که خلق کردم اونقدر
معزز و مکرم است که میتواند از این نعمت‌ها به طور خوبی استفاده کنه. در زمین قبل از انسان پس فساد بود. در سخن ملائکه جنس آدم مراد شخص انسان یا شخص او مطرح نیست، بلکه جنس انسان مطرح است. سؤال ملائکه را از در اعتراض نبود و مقام تشریف انسان با علمه. و همین خاطر به درجه علم انسان و عظمتش بود که خداوند عزوجل اون را مقام و منزلت والایی داد و همچنین مسئولیت بزرگی بهش واگذار کرد. اون زمانی که فرمود ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت را که گفته شده امانت دینداری و ابلاغ این به دیگران و خداپرستی و دیانت عرضه کردیم به آسمان ها و کوه ها و زمین، هیچ کدوم نپذیرفتند. فابین ان يحملنها، همه ابا کردند، خودداری کردند پذیرفتن اون. و اشفقنا منها، و شفقت کردیم و بر اینها از اینکه تحملش رو نداشتن، ولی انسان قبول کرد، انسان پذیرفت به خاطر اینکه به علم خودش قرار بود و در توانش هم بود، ولی و سپس چون کوتاهی و تقصیر کرد و راه انحراف در پیش گرفت، اونجا بود که بر خودش ظلم کرد و راه ناسپاسی خودش رو باید تاوان اون رو بده. اثبات به آخرین مطالب این درس میرسیم و اون درس ها و نکات آموزنده است. پس خداوند عزوجل در این آیات میخواد بگه که ما این دنیا را آفریدیم تا اینکه انسان ها از استفاده کنند. حالا که استفاده کردند باید بدونن که بر چه حکمتی ما این دنیا را بنا کردیم. حکمت در اینه که جانشین یکدیگر باشن و از این نعمت ها خوب استفاده کنن. کتاب الله کتاب الله. درس ها و نکات آموزنده از این آیات چهارگانه قرآن کریم 30 تا 33 سوره بقره میتونه اینطور باشه. اثبات خلق اول. خداوند عزوجل میخواد ثابت بکند که بفرماید که ما خالق انسان مکرم و معزز هستیم، نه اونطور که مدعیان ارزش‌های پست مثل فروید و امثال اونها نظریه‌هایی مطرح می‌کنند که انسان اول از چی بوده؟ از نسل میمون و امثال اونهاست. ما از این نظریه‌ها و این فرضیات بیهوده و بی اساس کاملا اعلام تبرئه می‌کنیم. ما میگیم انسان اول معزز و مکرم آفریده شده و خداوند به دستان مبارک خودش انسان را آفریده و از روح خودش در اون دمیده و اون را به یک مقام و منزلت والایی رسونده که حتی به ملائکه دستور سجده بر اون داده، همونطور که در آیات ما بعد خواهد آمد. درس دوم اینه که تذکر به روش خلق انسان اول و تکریم او با علم. انسان با علم مکرمه و هرچی از علم دور بشه به جهل رو بیاره پست و خوار میشه. اون انسان هایی که علم معنوی، علم خداشناسی، علم ایمان ندارند، روز به روز دستخوش فریبکاری های شیطان و شیطان صفت ها میشن و این را در دنیای بشریت نگاه کنید. انسان هایی که گرفتارند در صدها مصیبت ها، سرچشمش دوری از نور ایمان هست. بس اثبات وجود ملائکه درس سومه. اینکه انسان ها باید بدونن که ملائکه هایی هستند، فرشتگانی هستند که موجودات پاک خدا هستند و همیشه در انجام مأموریت الهی مشغولند و کوتاه نمیان و خسته هم نمیشن. پس بنابراین انسان اگر که خوبی میکنه نیاز خدایی نیست که خوبی میکند، بلکه نیاز ما خودمون بشر هست. ملائکه را باید قبول داشته باشیم تا اینکه بدونیم خداوند عزوجل هر چیز را از پی حکمتی و به خاطر یک سری آفریده که ما شاید از اون پرده بر نداریم. درس چهارم اینه که زمین قبل از انسان آباد بوده ولی به فساد و قتل کشیده شده و این سنت الهی است. این سنت الهی است که هر زمانی و هر مکانی که اهل آنجا ارزش اون نعمتها را ندونند و اون را به فساد بکشند، خداوند اونها را نابود میکنه و قوم دیگه به جای اون چیکار میکنه؟ و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. و این سنت الهی است. هر کس قدر چیزی ندونه اونها را کنارشون میزنه، نابودشون میکنه و ملت دیگه جای اونها آباد میشن و میان. درس ششم اینه که تصرف عاقلانه و منطقی ملائکه با اینکه
اومدن سوال استفسار کردن و توضیح خواستن از خداوند سبحانه و تعالی، نه از در اعتراض بود بلکه از در فهم مسائل بود و جوابشون هم جواب منطقی بود. اعتراف کردن به کوتاهی خودشون و اینکه علمشون بیشتر از این نمیرسه و حالا پاک و منزه هستی و حکیم و علیم، هر کاری دوست داشتی انجام میدی و ما هم در خدمت. همچنین که درس دیگر حرمت جان انسان را میرسند. انسان هر چی باشد، کافر باشه، ملحد باشه، فاسق باشد، فاجر باشه، ولی جانش باید در حرمت قرار بگیره. جان انسانی مکرم و معزز هست مگر اینکه خودش تعدی کرده باشه و اسباب گرفتن جانش را فراهم کنه. انسان قاتل هست، انسان جنایتکاره، باید به جریمه خودش برسه. اما انسانی که هیچ گناهی نکرده نباید متهم بشه به چی؟ به فساد. پس بنابراین اصل اینه که انسان در حرمت جانش قرار بگیره، جانش در حرمت و احترام قرار بگیره. ولذا پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عرفه را دیدیم که فرمود که حرمت جان مسلمان مثل این روز و این ماه و این مکان عظیمتر نزد خداوند. پس بنابراین باید این را بدونیم و به جان هم دیگه تعرض نکنیم، حتی اگر با یک تن و یک نیش زبان باشد. اعتراف به تقصیر هم از ملائکه دیدیم که چگونه جالب بود و انسان گناهکار همیشه باید به تقصیر و کوتاهی خودش اعتراف بکنه تا خداوند اون را دوست داشته باشه. تقدیس و بزرگی فقط برای الله است. نقدس لک، این لام برای اختصاصه. ملائکه فرمودند و نقدس لک یعنی چه؟ یعنی تو را فقط به بزرگی یاد میکنیم. پس انسان باید همیشه مثل ملائکه مقرب الهی فقط خدای را به بزرگی و عظمت یاد بکنه. الله انسان را موجود آفریده که در توان استعدادش هست که هر کاری دوست داشت انجام بده و از این نعمتهای برین و این نعمتهای بسیار فراوان دنیا استفاده بکنه و اون را آباد بکند. علم غیب فقط خاص خداست و این آخرین درسه و هیچ کس حتی ملائکه مقرب الهی هم نمیتونه از اون پرده بردارن. این یادمون باشه تا فریب اون به اصطلاح ادعاهای کاذب نخوریم که ما غیب میدانیم، چه جادوگر باشه، چه ساحر باشد، چه کاهن باشه، چه در لباس دین باشد. هر کس میخواد هر موضوعی مطرح کنه که ما علم غیب میدونیم، بهش میگیم خداوند میفرماید علم غیب جز خداوند نمیدونه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست که غیب بداند مگر الله سبحانه و تعالی. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. آنچه در این آیات چارگانه ما از سوره بقره مطرحش کردیم، به این مطلب میتونیم برسیم که خداوند سبحانه و تعالی میخواد انسانها را متذکر بشه به اصل خلقتشون که چقدر عزیز، مکرم و معزز و با توان استعداد آفریده شدند. حتی میتونن از تمام نعمتها خوب استفاده کنند. پس چرا باید راه حقیقت را فراموش کنند و به جهالتها و گمراهیها رو بیارند؟ امیدواریم که انسان با این آیات میمون و مبارک قرآنی همیشه بیاد داشته باشد که مسجود ملائکه است، یعنی ملائکه براش سجده کردند. باید بیاریم که خداوند عزوجل انسان را طوری آفریده، ان نسل اون آدم اول هست که خلیفه و جانشین نیست که خداوند قرار داده در روی زمین تا اینکه دنیا را آباد کنه. پس چرا باید دنیا را خرابش کنیم با فساد و با گناه و معصیت؟ خداوند میخواد که دوست داره انسان همیشه تحرک داشته باشه و از این نعمتهای خوب خدایی خوب استفاده کنه. امیدواریم که موفق و مؤید باشید و خداوند به همتون توفیق بده ارزش‌های والای انسانی را ارزش بگذاریم. صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.